سلام و درود. پیرو پست های قبلی یک سری سوال هست مبنی بر اینکه بهترین نحوه استفاده از سفیداب پنبرو رو براتون بیان بکنم. ببینید، چون سفیداب پنبرو یکی از خواصش ضد عرق بودن هست، میتونه باعث ایجاد خشکی پوست بشه. بنابراین بهترین نحوه استفاده از این ماده ترکیب این ماده با یک کرم مرطوب کننده با کیفیت هست. حدود نسبت این ترکیب، حالا علت این که من میگم حدود، چون برای هر پوست و برای هر فردی خودش باید تست بکنه و این نسبت رو به دست بیاره، ولی حدود تقریبش نسبت 1:8 حجمیه، یعنی 8 برابر حجم سفیداب پنبرو که شما استفاده میکنید کرم مرطوب کننده با کیفیت باشه و این ترکیب رو به خوبی به هم بزنید. شاید حدود 10-15 دقیقه لازم باشه که خوب هم زده بشه تا به طور کامل و یک نواخت پخش بشه سفیداب پنبرو در داخل کرم و تا یه حدی حل بشه و نیاز به نگهداری در داخل یخچال هم نیست و به عنوان روتین روزانه به عنوان ضد آفتاب یا هر دلیل دیگری میتونه در هر نقطه از بدن استفاده بکنید و به اصطلاح از خواصش بهره مند بشید. اگر مشاهده کردید که کمی حالت سفیدی میزنه، یک دونه نسکافه گلد رو با 1-2 قطره آب حل بکنید و به این ترکیب اضافه بکنید و ببینید آیا مناسب هست یا نه. در صورتی که بازم سفیدی داشت، باز یک دونه. علتی که من یک دونه نسکافه میگم به خاطر اینه که هر دانه نسکافه گلد مقدار زیادی از سفیدی رو میگیره و به هر حال خود دانه قهوه هم برای پوست میتونه مفید باشه.